نظام و یا چوب سوخت جنگ جوانا بودن. اگر ما دست به علاشه بشینیم که دیگران برامون تصمیم بگیرن، هرگز تصمیم نمیگیرن. چی فکر میکنین سرنوشت جوانان چی خواهد شد؟ نیروی جوان نیرویی است که با عقل و فکر و هوش خود و با همون نیروی خود میتونن که صلح بیارن و ما باید بیشتر بالای جوانا تاکید بکنیم. در تمام بخش‌های زندگی اگر جوانا عزم متین بگیرن و نخواهند که استفاده ابزاری از اینا صورت بگیره، هیچ گاهی نمیتونه که دیگرها به این حال جوانا بکشن. دلویا و بخون که الله تعالی په سپیڅلي نامه د ځوانان رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه مو هرکلی کوم. آرزو دارم همتون صحتمند سرحال باشین دوستای عزیز و باز هم طبق معمول برنامه خودتان، برنامه دینی و اجتماعی الهام آغاز شد. من امید یوسفزی هستم دوستای عزیز و طبق معمول انشالله که تا چند لحظه دیگه استاد نورالله کوثر و استاد هیله رشیدی خو ماشاءالله با خود داریم، با ما هستن. امروز موضوع برنامه ما دوستای عزیز تاثیرات منفی جنگ بر روحیه جوانان هست. انشالله که تا لحظات پایانی با ما باشین و خوشبختانه که امروز در برنامه بانو فوزیه سیدزاده فعال حقوق جوانان را در برنامه با خود داریم. در آغاز برنامه رشیدی صاحب سوال نخست متوجه شماست. تعریف شما از جوان چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان یا جوانی از دوره یا مرحله است که یکی از مهمترین دوره هاست و جوانان به کسانی گفته می شود که اگر ببینیم ستون فقرات است و با نشاطترین افراد یک جامعه و پر تلاش همه قسم پر فعالیتترین اشخاص یک جامعه را قشر جوان نامیده می توانیم. بسیار تشکر. بانو فوزیه میشه در مورد ادامه جنگ و تاثیرات منفی که بالای اقشار مختلف خصوصا جوانان میگذاره بر دوستا و شنوندا معلومات بدیم؟ تاثیرات جنگ و جنگ خودش بدبختانه یک پدیده خانمانساز و یک پدیده است که تباهی به بار میاره و قسم که معلوم است افغانستان 4 دهه همیشه که در بین جنگ قرار داره و در آتش جنگ ایام میسوزن و بزرگترین قربانی را جوانان ما پرداخت میکنن و نیروی جنگ، سرباز جنگ امی جوانان هستند که در افغانستان قرار دارن و هر روز کشته میشن، قربانی میتن، اسیر میشن و به هر نوع که هست یا به این سمت یا به اون سمت جانب مقابل برق قسمت که قرار دارن نیروی جوان افغانستان است که اینا شامل بدبختی ها هستند. بدبختانه همین تاثیرات منفی که بالای روحی ازیا گذاشته و جوانان در افغانستان همیشه در فکری ازی هستند که چگونه بتانن یک لقمه نان پیدا بکنن، چگونه بتانن جان خود حفظ بکنن. اینا از اما داشته های خود، از اما هنرهای خود، از اما نیروی خود به دور ماندن. بدبختانه اکثر جوانای نخبه ما فرار از افغانستان شدن، مهاجرت ها و تانستن که یک نیروی خوب کار به کشورهای خارجی به بار بیارن، ولی افغانستان از این دستاوردها از این نیرو خیلی خیلی به دور است و نمیتونن که از یا استفاده درست بکنن. فقط در افغانستان جوانا نیرویی هستند که کشته میشن، قربانی میتن، بس از این بیشتر از یا استفاده درست صورت نمیگیره. تشکر. ډاکټر صاحب علي ورور اړیکه نیولې و پوښتنې داسې وویل چې جوانا بسیار آسیب پذیر هستند، قشر هستند که واقعا بیشترین مشکلات را متحمل شدن. چی نوید الهام بخش یا چی نویدی برایشان وجود داره که در افغانستان زندگی کنم به اصطلاح زندگی رو در اینجا پیش برم؟ بله، بدون شک روحی مثبت‌گرایی و تفاول و روحی مثبت اندیشی در زندگی انسان بسیار زیاد تأثیر مثبت داره و زندگی انسان خوب دگرگون میسازه. حوادث و شرایط ناگوار کشور ما در حدود بیشتر از 40 سال راستی هم همه روحیه ها را شکستانده و همواره ملت ها خود را منتظر مرگ می باشن، انگار که ما منتظر هستیم که یکی ما را کش دیگه ما را بکشه و جوانا هم از این استثناء نیستن، مثل که بزرگا اما قسم یک روحیه برشان دست داده برای جوانا هم، ولی این راه حل نیست. به خاطری که اگر ما دست به علاشه بشینیم که دیگران برمان تصمیم بگیرن، هرگز تصمیم نمیگیرن. طبیعی است که انسان منافع محور است، انسان ها منافع محور است، همواره منافعات خود مد نظر. بزرگسالا همواره منفعت های خود جستجو میکنن. میبینین که در وقت کارزارهای گوناگون نیاز به جوانا داشته باشن، باز خود ما در پشتو میگیم خور و خورایه،
خوار و خواهر جور میکنه، خدا و خوارزاده جور میکنه، خدا بسیار زیاد نزدیک میشه و جوانان. ولی وقتی که به هدف رسید باز اولین فراموشیشان امی جوانایی هستن که به نام از او زنده باد و مردباد و انرژی خود را مصرف میکردن. جوانا یک تصمیم جدی و قاطع بگیره که ما از این سرزمین هستم، در این سرزمین زندگی میکنم، در این سرزمین میمرم. ما زمانی که به امریکا رفتم جوانای افغان ما در امریکا بود باش واجب شدن و یک تقاضای بسیار دست جمعی و جدی کردن که اگه شما میجه بپایین و تیار آمدین و خانواده تانی که پار ما میخوایم اسپانسر میشین، شما وطن پس نره. باز ما برش گفتم ما در او وطن تولد شدیم، در اموج زندگی کردیم، با پولی و مردم بزرگ شدیم. مکتب از مردم بوده، پانتون از مردم بوده، مدرسه از مردم بوده، شفاخانه، مسجد، کلینیک، هر آن چیزی که بوده از مردم بوده، از پدرم نبوده. پس او مردم ملت سر ما حق داره که ما برشان خدمت کنیم و با می عزم گفتم نه ما هیچگاه وطن خود رها نمیکنم. این خود یک سفرهای عادی است، روزانه سفر یا به اصطلاح همیشه سفر در زندگی انسان سفرهای عادی میره. خو برای زندگی دائمی خود هیچ گازی وطن ترک نمیکنم. اگر مردم در وطن بمرم عزمم و تا امروز در وطن مثل دیگه مردم ها، اگرچه ما قضیات جوان چی نیستم، نلغه نیستم از جوانی که یک قدم پیش رفتیم، اما به عنوان ازی که ما در متن جوانا قرار داریم، به عنوان معلم جوانا و استاد جوانا و کسی که جوانا به محور ما جمع هستن، مطمئن گفته میتونم که اگر عزم متین بگیره، عزم راسخ جوانا بگیرن، میتونه کارایی را کنن که بزرگان نمیتونه کرده. چرا قوت نیرو را یاد داره. اول به تمامی ابزارها استفاده ابزاری نبگویه. مثلا ما به عنوان یک جوان برای ما نیاز پیدا میشه در انتخابات که صاحب کمپاین انتخاباتی، نه یک نبگویه که نمیخوایم، به خاطری که ما دیدم امتحان دادی برای ما در 2 دور و 3 دور گذشته است چگونه استفاده ابزاری از ما کردی. برای یک رهبر حزب نبگویه در مقابل اول پیش شرط بان اول بگویه که در خط اول نبرد اگر ما را میخوای به نبرد روی کنی بچه تروی کن، بچه خود در امریکا، بچه خود در کانادا، بچه خود در هند، بچه خود در اروپا و استرالیا و ترکیه و مرا میخوایی که سلاخی قربانی بسازی. به می شکل در تمام بخش های زندگی اگر جوانا عزم متین بگیرن و نخواهن که استفاده ابزاری از اینا صورت بگیره، هیچ گاهی نمیتونه که دیگرها به این حال جوانا بکشانه. تشکر. پختون تبراشو متین پختونه کردی و متین برادر ما گفته بودن چطور میتونیم که ذهنیت جوانان را تغییر داده و از جنگ و نابسامانی ها اینا را به دور ساخته و به سوی صلح سوق دهیم. رشیدی صاحب شما چه بودین؟ به خاطر ازی که بتانیم خود وضعیت جنگی و یا هم ایره بتانیم که جوانا را سوق بدیم به وضعیت خوب، بس بهتر است که جوانا خودشان پرتلاش باشند. یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم مسئولیت تمامش بالای دولت بندازیم. خود جوانا هم مسئول هستند، اینها باید پرتلاش باشند، اینها باید ایره درک داشته باشند. رشیدی صاحب تاسو ول پرتلاش باشند. سید موږ ځوانان لرو په ټولنه کې خوشبختانه هم دا اوس یو ګوري هغه ټیټه سطح د لیسانس سطح ده، ماستر لرو او ډیر کارپو کسان لرو. خودی ته دولت زمینه مساعده کړې ده؟ خب دولت تا حد زمینه را مساعد هم ساخته تا حد نساخته، ولی کلا جوانا هم باید کسایی باشند که بسیار بیشتر از جوانا همی است که زمانی که سهولت یا بعض همی منافع ساخته میشه اینا بر جوانای مشخص هستن. مثلا بانو فوزه یادآوری کردن برای کسایی که مثلا از خانواده های حکومتی هستن، از مسئولین هستن، از کسایی که وزیر و وکیل اینا هستن. امی سوال دوست ما را ما جواب میتم در رابطه با ذهنیت سازی. ما مدت 2 سال میشه که از آدرس روند صلح و آشتی در 34 ولایت افغانستان ذهنیت سازی کردیم. اگر ما بیایم تمام مسئولیت به دوش حکومت بگذاریم، خب حکومت تو بیا یا مسئولین یا آقای رئیس جمهور یا معاونینش یا وزیرا تو در خانه ما بیا بر ما بگو تو جنگ نکو. خب این گپ کاملا اشتباه است. ما اولا از خود شروع بکنیم. در 34 ولایت
ما سمینارها ایجاد کردیم در مکاتب، در مساجد، در اکثر جایایی که جوانای بیشتر اونجا حضور دارند. تنها برای جوانانی، برای علما، برای معلمین، برای اکثر افراد ما ذهنیت سازی کردیم. بله، شما چقدری کارتان نتیجه بخش بوده؟ بله خیلی زیاد تاثیرگذار بوده. بیشتر ما فعلا مثلا تاثیرات چی بوده؟ تاثیرات بیشتری از این است که اکثر جوانان که از افغانستان ناامید شده بودن، رو به فرار بودن، اکثر جوانان که میگفتن ما حکومت نداریم، ما در ولایات مردمی را داریم که نمیشناسه حکومت کیست، حکومت چیست، رئیس جمهور کیست، ما به اون اندازه مردم ها داریم. وقتی که ما ذهنیت سازی بکنیم، وقتی که ما برای ازیا سمینارها ایجاد بکنیم، ما خود ما به ساحه بریم، برای ازیا بگوییم که این راه درست نیست، به ساحات جنگ بریم. حتی ما حاضر هستم به ساحات جنگ برم، ما رفتیم، ما سفرهای داشتیم، ولی بسیار موثر واقع شد. ډیره زیاته مننه. درون دوستانو د خبرونې وخت پای ته ورسید. له تاسو ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب څخه مننه. استاد هیلر رشیدی څخه ډیره زیاته مننه و از بانو فوزیه سیدزاده فعال حقوق جوانان خیلی زیاد تشکر میکنیم. دعوت ما را پذیرفتین و امروز در برنامه با ما حضور داشتین. سلامت باشین. دوستان عزیز، تکرار برنامه را هم امشب فراموش نکنین. رسات 10 و 30 دقیقه تکرار برنامه نشر میشه و سر بزنین به صفحه فیسبوک برنامه الهام و همچنان صفحه فیسبوک صفحه یوتیوب الهام. انشاءالله که موضوعات داغ امروز در اوج اپلود میشه. تشکر از همتون. تا برنامه بعد، خداوند نگهدار.